الشیخ عبدالقادر جیلانی قدس الله سره یکی از کهول علمای وقت خود است، یکی از علمای سرشناس وقت خود است، یکی از آن صوفیان است که می‌فرماید که درست العلم حتی صرت قطبا. از صوفیای عوام نیست، عالم بسیار بزرگ است. علم شریعت و طریقت هر دویش خواندم تا به مرتبه قطبیت رسیدم. روز سر منبر میبراید و 4 کلمات اختصار میکنم مسائل خدا. با 4 کلمه بالای منبر میبراید، میگه یک لقمه در دهان گرسنه کردن، یک لقمه در دهان محتاج کردن بهتر است از آن که با ابریشم کعبه را پوش بدی و برابر پروی زمین طلا صدقات کنی و چندان جهاد کنی با کفار که اسبتان پی شود، شمشیرتان و خودتان غازی هم شوی و شهید هم شوی.